امروز هم یک کتاب دیگری از خودم قرار معرفی کنم. در واقع این کتاب هم مجموعه داستان کوتاه است، خیلی زیاد نیست، یعنی خیلی حجیم نیست، حدود 100 صفحه 105 صفحه است و در قطع رقعی این هم چاپ شده، انتشارات بی زمان چاپ کرده و عنوانش هست رومی در نیوجرسی. خب بنا به عرف داستان نویسی من هم اسم یکی از داستان‌های این کتاب رو برای عنوان این کتاب انتخاب کردم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. میخوام یه خلاصه از این داستان براتون بگم و چند داستان دیگه‌ای که توی این کتاب هست و چرا اسم این رو گذاشتم، اسم این داستان رو گذاشتم برای کتاب رو توضیح بدم. واقعیت اینه که این سومین مجموعه داستان کوتاه من هست و در واقع من یادم میاد که یک حدود 18 ساله که بودم یک داستان بلند نوشتم. در واقع اون ابتدای سالهایی بود که علاقه به نوشتن من داشت شکل می‌گرفت و این نوشتن داستان میخوام بهتون بگم داستان نیاز روحی انسان هاست. حالا درسته من پژوهشگر هنری هستم، محقق هستم، ولی داستان گفتن رو دوست دارم چون تو ضمیر ناخودآگاه همه ماها این فعل، این علاقه مشترک. شما نگاه کنید، بزرگترین نویسنده های جهانی هم داستان گفتن، داستان گویی کردن. مثلا شکسپیر داستان، آثارش، نمایشنامه هاش همشون روایت هایی هستن از جامعه پیرامون نویسنده. شاهنامه پر از داستان، حالا پر از داستانه، پر از روایت های مختلف اساطیری هست. حالا که واقعا شاهنامه شناس باید باشی، پژوهشگر باشی در اون رشته و یا شکسپیر شناس باشی تا بفهمی که این بزرگان چه مواردی رو تو داستانهاشون نهفته دارن. خب هر داستانی یه ظاهر قضیه داره، یه باطن، و این بزرگان چون قلم توانایی داشتن ما رو با ظاهر قضیه جذب میکنن تا مفهوم اصلی رو به ما منتقل کنن. یکی از این بزرگان فرهنگ و ادب جهان حضرت مولاناست که من یکی از شیفتگانشم و این که داستان رومی در نیوجرسی داستان کوتاهی هست که خلاصش به این صورته که یک استاد دانشگاه ایرانی که استاد در واقع صاحب کرسی دانشگاهی در امریکا هست که دعوت میشه در شهر نیوجرسی برای سخنرانی که در واقع درباره مولانا صحبت میکنه. این خلاصه در واقع شروع این داستان هست که محتوای این داستان هست که در واقع یه طوری یک نحوی من رو دادم داستان رو که دلیلم موجه باشه برای نامگذاری این کتاب.
داستان‌های دیگری تو این کتاب هست، باز مربوط میشه به تجربه‌های شخصی خودم و بچه اشتراکش، بچه مشترک اون تجربه ها با جامعه فعلی که به صورت داستان شکل گرفت. عنوان‌های مختلفی داره که داستان‌های این کتاب رو تشکیل دادم. یکی از داستان‌ها از شلمبه تا شلمچست اسمش. این رو هم یکم توضیح میدم. خب از اونجایی که من سرباز ارتش در زمان جنگ بودم، تمام دوره خدمتم رو در شلمچه بودم و توی اون داستان در واقع یک یادآوری کوتاهی کردم از وضعیت اجتماعی و شلمبه اسم یک روستایی است نزدیک دماوند هست، دماوند استان تهران و در واقع در مسیر جاده فیروزکوه هست که در واقع مدتی من اون حوالی اقامت داشتم به خاطر وضعیت آب و هوایی بسیار خوبش و این شباهت کلمه‌ای منو بر این داشت که اسم این داستان رو بگذارم از شلمبه تا شلمچه. حالا شاید براتون خوندن این داستان ها جذاب باشه. کماکان منتظر اظهار نظرهای شما هستم. برای تهیه این کتاب هم میتونید به انتشارات بی زمان مراجعه کنید از سایت، از صفحه مربوطه و بتونید این کتاب رو در واقع تهیه کنید.